مهمترین روزی بازی مرحله گروهی برای فوتبال بازان دولت تاجیک با مشق‌های جسمانی در تالار آغاز شده بود. این مورد شامل برنامه مربی ایتالیایی کریستیانو فوبیانی، مشق‌های مخصوص با توپچه‌های تنیس هم بودند. این یک نوع فعالگردانی است که آنها را وادار می‌سازد تا دستان را با حرکت بدن هماهنگ نمایند، سمت‌ها را دیگر کنند و اصلا وقتی از آنها خواستار می‌شوم تا یک دست را استفاده نمایند یا یک چشم را بپوشند. این در هماهنگی سطح مختلف حرکت بدن کمک می‌کند. این خیلی مهم است زیرا وقتی قبول توپ در میدان و حرکت توجه خود را متمرکز کرده می‌توانند. نمودی مشق دیگری جالبی که شامل برنامه فعالگردانی صبحگاهی در روزی بازی بود، این هم حرکت از روی روشنی بود که به قول مربی ایتالیایی جهت‌های مثبت خود را دارد. شما باید درک نمایید که 70% معلومات را برای حرکتی بهتر ما طریق چشمان دسترس می‌نماییم. زمانی که روشنی از بالا و پایان است، شرایط ها برایمان فراهم هستند. از این رو وقتی ماندن روشنی ها بالای فرش برایشان امکان می‌دهم تا به سمت مسیر خویش تیزتر حرکت کنند، زیرا روشنی الگوریتم دائمی خود را دارد و این را من نبرآورده‌ام. مثلا در فوتبال وقتی توپ اینجاست و می‌خواهید در آن را به طرف دیگر روان کنی، باید از جهت روانی آماده باشید. وقتی چراغ‌ها را خاموش می‌کنم، استیمول بیشتر می‌شود، زیرا کمتر می‌بینیم و بدون یگان معلومات از اطراف نمی‌دانیم چطور حرکت کنیم. از این رو سطح آگاهی هم باید بلندتر باشد. بعد انجام مشق‌های جسمانی فرصتی درس‌های نظریوی هم فرا رسید. محض در دایره این درس‌ها از جانب سرمربی مارکو راجینی و استادیو علاقه روی خط بازیگرانی معلوم شد که در هیئت اساسی به میدان می‌آیند. از وقت این درس‌ها هر بازیگر اساسی میدانی وابسته به جهت‌های مثبت بازیگران حریف توصیه‌های ضروری می‌گرفت. زمانی که درس‌های نظریوی پیش از بازی مقابل آمریکا با بچه‌ها انجام می‌افتند، با منتخب نورسان تاجیکستان و ستاد مربیان آن، نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان اسکندر جلیلوف صحبت‌های دوستانه و صمیمی دایر کرد. اسکندر در رفت صحبت از تجربه فوتبال بازی خویش برای بچه‌ها مثال آورده، در پیش‌روی این رقابت مهم برایشان با مصلحت‌های ضروری انگیزه الهی بخشید. در حالی که ما به میدان دوم اکادمی اسپایر در نزد ورزشگاه خلیفه تشریف می آوردیم، آنجا علاقه کلی چیز برای برگزاری بازی منتخب تاجیکستان ضد آمریکا آماده بود. پس از دایر گردیدن تمرین‌های آخرین قبل از بازی و صدا دادن سرود ملی، اخیراً بازی دوم مرحله گروهی هم با گل تیزکاری بچه‌های تاجیک شروع گردید. هرچند که شماره زیادی مخلصان تاجیک با خرسندی از این گل بروقتی بچه‌های ما را به پیش حرکت می‌دادند، ولی فشارهای آمریکاییان در نزد دروازه ما به مراتب بیشتر و بیشتر می‌شد. بالاخره آنها توانستند در نتیجه ضربه استانداردی حساب را 1-1 نمایند. بازی خوش، این بازی اولینی جوانای تاجیکستان در این گونه مشتب‌ها گویم، مشتب‌های جهانی. فکر کنم 2-1 یا 3-2 ما سزاواری برد میشویم. حساب ما همین خیلی امید داریم که ان شاء الله ما غلبه میکنیم. ما از همین لحاظ برای دستگیری U17 از تاجیکستان شخصا برای دستگیری هم به همینجا اومدگیم. از آن جمله فرزند ما هم در این بازی میکند، انور منورزاد. موفقیت خوانیم. امید داریم که غلبه میکنیم. حساب ما 3-1 میشه با فایده تاجیکستان. فکر میکنم بچه‌ها خوب نسبتاً به بازی پیشینه خیلی خوبتر بازی دارن. الان باوری هست، باوری مخلصان چون اومدیم برای دستگیری جوانان. خوب امیدوار هستیم که خوب بازی با فایده تاجیکستان، خوب دولتمون شاید 2-1 3-1 پیروز شویم. منتخب آمریکا در ادامه توانست که باز یک گل دیگر زند، ولی آن از جانب ور بکار گردید. این هم برایشان مانع نشد
تا پس از قید ویرانکنی بچه‌های ما و تماشای دور و دراز نوارهای تکراری اخیراً گل دیوم پیروزآور خویش را از ضربه پنالتی وارد دروازه محمد رحیم رحمانوف کنند. در فرصت‌های باقی مانده رقابت هرچند که بچه‌های ما بهر برابرکنی حساب زیاد کوشش‌ها به خرج می‌دادند، ولی متاسفانه مراتب دوم در مرحله گروهی دچار مغلوبیت شدند. شرح دادن سبب مغلوبیت چون در بازی پیشین البته که برای سرمربی و بازیگرانش مشکل بود. С первых минут хочу сказать то, что темп был очень высоким, сборная США была хорошо играла, но мы пытались, мы играли до конца, хотели отобрать очки, но не получилось. Поздравляю США с заслуженной победой и желаю удачи в плей-офф. با فکر من بازی خوب گذشت. از دقیقه اول بازی در دست ما بود. در قسم اول یک گل از اوگلاوی استاندارد خوردیم. در قسم دوم از ضربه 11 متری حریف یک گل دیگر زده پیشروی را به دست گرفتیم. Now I'm sad because we lost all the possibilities. خیلی غمگینم زیرا ما کلی امکانیت‌های ادامه‌دهی سرگذشت خویش را در جام جهان از دست دادیم. اوید بازی امروزه گفتنیم که احتمالاً ما خیلی بر وقت گل زدیم و این هم برای حریف امکانیت‌های زیادی را برای آغاز فشارهای بر وقته پیش آورد. برای ما امکانیت برای ادامه بازی در نیمه دوم میدان حریف زیر دست نآمد. نهایت غمگینم که ما بازی‌های پیشین خود را نشان دادن نتوانستیم، ولی مهم آن است که بچه‌ها تا به آخر مبارزه بردند. We don't play football like usually we play, and but the guys they stay in the match until the end. And this is important.